در مجلس نمایندگان وکیلان از رئیس بانک ملی درباره جریان برگردانیدن پولهای مردم از بانکها توضیح خواستند. جمشید نور محمد زاده گفت دو بانک دچار مشکل اگرا اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک 115 میلیون سامانه را برگردانیدند. این در حالی است که قرض این بانک ها در پیش مردم 1 میلیارد و 600 میلیون سامانی است. نمایندگان مردم از رئیس بانک ملی پرسیدند که کدام زمان قرض مردم پر پرداخت می شود. جمشید نور محمد زاده در رابطه به این سال که کی و در کدام مدت و با چه نحو پول مردم برگردانده می شود پاسخ دقیق داده نتوانست و گفت که در اولهای شاید سال آینده برنامه برگردانیدن پول ها مشخص کرده می شود و بر اساس آن یک تاجیک صادرات بانک و دیگری اگرا اینوست بانک به این مسئله جدی جلب کرده می شوند. این توضیح رئیس بانک وکیلان مردمی را قناعتمند نساخت و تاکید شد که در محاکمه آینده این مسئله را جدی‌تر خواهند گرفت. در هم محاکمه پارلمانی که از برگزار می‌گردد پیش از واقعه با انتخاب کنند این مسئله با ما مشخص‌تر می‌مونیم که با حکومت آنها آن را باید موافقت کنند و مهلت‌های برگردانی معین کرده شود. شکرجان ظهورов رئیس مجلس نمایندگان مبلغ برگردانیده شده توسط دو بانک به مردم را ناکافی خواند. از روی اطلاع بانک ملی حالا اگرا اینوست بانک 61 میلیون سامانی و تاجیک صادرات بانک 54 میلیون سامانی پول مشتری ها را برگردانیدند. از اگرا اینوست بانک 700 میلیون و از تاجیک صادرات بانک 904 میلیون سامانی قرض باقی مانده است. به گفته اقتصاددان ها برگردانیدن پسندازهای گذشته مردم پیش از همه از خود بانک های مورد نظر وابسته است که چگونه مکانیزم پرداخت پول را درست به راه میمانند. بعد اینکه بعضی مسائل خرد پیدا شدن قضیه پیدا شدن مردم یک بار آمده طلب کردن که ما پسنداز ما لازم نیست در بانک ما رو با ما برگردانید همین قضیه اساسیش در همین است یکی از مسائل اساسیش همین است. در ماه فوریه سال روان دولت تاجیکستان 2 میلیارد و 250 میلیون سامانی به تاجیک صادرات بانک و 1 میلیارد و 70 میلیون سامانی به اگرا اینوست بانک کمک مالی کرد. ولی بعداً حساب شد که از این 3 میلیارد و 320 میلیون سامانی که حکومت برای نجات دو بانک دچار مشکل جدا کرده بود تنها 4/1 آن 800 میلیون سامانی برای بازگردان امانت‌های مردم مصرف شده است. مبلغ باقی مانده را بانک ها برای پرداخت پول انداز دولت و خرجه های دیگری دولت مصرف کردند. صدها مشتری بانک ها در تاجیکستان 2 سال باز نمی توانند مبلغ های پسنداز خود را باز پس بگیرند. بیشتر پسندازداران از بانک های دچار مشکل اگرا اینوست بانک، تاجیک صادرات بانک و بانک ورشکسته تاجپرام بانک شکوه دارند. مرزا نبی خالقزاد، شادمانی یتیم، آزادی دوشنبه.